سلام بچه، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوایم یه سری کلمات و اصطلاحات رو در مورد اتومبیل و تاکسی و این چیزا با هم یاد بگیریم. خود کلمه اجاره کردن اتومبیل در واقع توی زبان فرانسه میشه la location de voiture. اوکی، la location de voiture یعنی اجاره اتومبیل. voiture هم به معنی اتومبیل یا اون ماشینه که تو فارسی میگیم. والا میگید که je voudrais louer une voiture. je voudrais louer une voiture یعنی من میخوام که یک اتومبیل اجاره کنم. والا حالا ممکنه از پرسه چه جور اتومبیلی میخواید شما اطلاعات بیشتری بگید. میتونید بگید که حالا ماشین بزرگ میخواید، کوچیک میخواید، بگید une petite voiture یعنی یه ماشین کوچیک، یا une grande voiture یعنی اتومبیل بزرگ. par exemple vous voulez dire ça doit être automatique یعنی اتوماتیک باشه. اتوماتیک کلمه اتوماتیک یا خودکار به زبان فرانسه میشه اتوماتیک. والا یا به جای کلمه voiture که بهتون گفتم بچه میتونید از کلمه همون اتومبیل هم استفاده کنید. یعنی بگید je voudrais louer une automobile. je voudrais louer une automobile. والا مثلا میگید pour un jour برای یه روز، pour un jour یا pour une semaine برای یک هفته. زمانش دیگه خودتون میتونید تغییر بدین. اوکی، من دارم اصطلاحات کلی رو بهتون میگم بچه چجوریه. والا میگید که این گواهینامه هم دارم، یعنی اینم گواهینامه رانندگی منه. میگی که voici mon permis de conduire یعنی این گواهینامه منه. پس permis de conduire میشه گواهینامه. voici یعنی این هست، mon permis de conduire یعنی این هم گواهینامه رانندگی منه. اینطور نمیره هر کاری میکنم. والا اوکی، ادامه میدیم. حالا یه سری اصطلاحات دیگر رو میگم که در مورد باز همین اتومبیل و پارک کردن و این چیزا. je désire garer ma voiture ici. je désire یعنی من میخوام، این خواسته رو دارم. garer یعنی پارک کردن. بچه‌ها کلمه گرج رو داریم تو فرانسه که وارد فارسی هم شده به معنی محل پارک، ماشین، گاراژ. اون از همین فعل گره میاد بچه‌ها. گره پس به معنی چیه؟ پارک کردن. خب je désire garer ma voiture. ma voiture ماشین من، ici اینجا. یه بار دیگه میگم je désire garer ma voiture ici. اوکی. خب je suis pressée من عجله دارم. je suis pressée اینا به دردتون میخوره تو همچین موقعیت هایی. مثلا بگی که من عجله دارم، حالا میخوام برم یا بیام. je suis pressée من عجله دارم. allez vite میخواید یکی از راهتون بره کنار. allez vite یعنی تندتر برین یا تندتر، منظورتونه که حالا تو رانندگی تندتر برونید. allez vite یعنی تندتر برید. ببخشید تند برید. تند برید. allez vite تند برید. voilà. attendez-moi s'il vous plaît. attendez-moi یعنی منتظر من بمونید. s'il vous plaît هم که یعنی لطفاً. attendez-moi s'il vous plaît یعنی خواهشاً لطفاً منتظر من بمونید. voilà. دیگه چه کلمه‌ای میتونیم با هم کار کنیم بچه‌ها؟ یه اصطلاح دیگه هم بهتون میگم، بعد برم سراغ یه سری کلمه و اینا. دو تا دیگه. یکی j'aurais besoin d'un taxi. j'aurais besoin d'un taxi یعنی من نیاز دارم. j'aurais besoin یعنی من نیاز دارم. d'un taxi به یک تاکسی. j'aurais besoin d'un taxi من به یک تاکسی نیاز دارم، لازم دارم. والا. و اصطلاح بعدی tourner à droite. tourner à droite یعنی tourner بچه یعنی چرخیدن یا پیچیدن. à droite که میگیم یعنی دست راست. وقتی میگیم tourner à droite یعنی به سمت راست بپیچید یا به سمت راست در واقع بچرخید. حالا تو اصطلاح رانندگی میگیم بپیچید دیگه، تو فارسی هم اینو میگیم. والا
خب حالا چند تا کلمه که میخواستم بهتون بگم. یکی مثلا cet adresse هست. cet adresse، adresse یعنی همون آدرس. cet adresse یعنی این آدرس. le centre de la ville، le centre de la ville اینجا رو توی آدرس پرسیدن و این چیزا موقعی که دارین رانندگی میکنید میتونه به درتون بخوره. le centre de la ville یعنی مرکز شهر. le port، le port، le port یعنی بندر، بندر. l'hôtel de، مثلا اسمشو میگی دیگه بعدش، مثلا ما تو ایرانیم l'hôtel de کوثر، مثلا هتل کوثر. l'hôtel de، هتل فلان، هتل de Paris، حالا هر اسمی داره مهم نیست. l'aéroport که قبلا گفتم بهتون یعنی فرودگاه. l'aéroport حالا اونایی که ویدیو قبلی رو ندیدن برن ببینن، اینا رو توشون گفتیم. la station، ایستگاه. la station، ایستگاه که میتونه حالا ایستگاه اتوبوس باشه، قطار باشه، هرچی. l'hôpital، بیمارستان. ببخشید l'hôpital، l'hôpital یعنی بیمارستان. و همین دیگه. جهت ها هم که à droite دست راست، à gauche سمت چپ بچه ها، à gauche سمت چپ میشه، à droite سمت راست میشه. خیلی اوکی. یه بار سریع ازشون میخونم و برای این ویدیو کافیه بچه ها. لطفا تکرار کنید بچه، تکرار خیلی مهمه. برای همین من تو خیلی از ویدیوام خیلی تکرار میکنم. واقعا زبان چیزی غیر از تکرار کردن نیست. پس اول دقت کنید بعد تکرار کنید. voilà. la location de voiture. Je voudrais louer une voiture, une petite voiture, une grande voiture, automatique, pour un jour, pour une semaine. Je voudrais louer une automobile. Je voudrais louer une automobile. Voici mon permis de conduire. Voici mon permis de conduire. Je désire garer ma voiture ici. Je désire garer ma voiture ici. Je suis pressé. Je suis pressé. Allez vite. Allez vite. Attendez-moi, s'il vous plaît. Cette adresse, le centre de la ville, le port, l'hôtel de Kossar, l'aéroport, la station, l'hôpital, j'aurais besoin d'un taxi, tournez à droite, à gauche, à droite. à droite و همه رو تکرار کردیم دیگه. اوکی. خب بچه ویدیو رو ببینید، نظرتون رو بهم بگین، سوالی دارین بپرسین توی کامنت ها از من. و عرضم به خدمتتون اگر به مبحث خاصی نیاز دارین که روی اون بیشتر کار کنیم به من بگین که بتونم اون ویدیو رو براتون بسازم و روی اون رو بیشتر تمرکز داشته باشیم. هرچند همونجور که دارید میبینید داریم ویدیو رو بر اساس موضوعات مختلف و کاربردی توی این دوره تقویت مکالمه پیش میبریم. و en tout cas, je vous aime beaucoup et à la prochaine.